بچه یه لحظه من تو شوخی دارم ببخشید لباس من کسی گرفت. سلام بچه ها، خوش اومدید به یه دور مخفی جدید و جذاب و خفن که توش یه خامه قولی داریم و قراره که توی مترو از مردم به عنوان بالش استفاده کنیم و یکی دیگه از سوژه هامونم توی دور مخفی قراره که فکر کنه داریم ازش فیلم میگیریم، بعد متوجه که هیچ اتفاق خاصی نیست. لایک و ساب و کامنت فراموشتون نشه و برو بریم کنو ببینیم. It was at this moment that he knew. He fucked up. چی شد یزی؟ چیکار کرد؟ بچه دوستم فرار کرد. کی؟ نرسیدم. ای بابا کارا چیه؟ احمق. همه لباست هم خاموش شد. چیکار کنم؟ همین از این قدم تجربه بیشتره. اما del film میگیری؟ آره اما del film میگیری؟ What? از ما فیلم میگیری؟ What is? Can you speak English? No. و داری الان با چی صحبت می‌کنی؟ ایرانی. خب داشت هم اما داری فیلم میگیری؟ نه حسفیره خب دارم شده؟ میگم داری اما فیلم میگیری؟ نه
چرا اصلا فیلم چرا مگه کاری میکنی؟ نه آخه پشت گوشتن یه برگه غذاییه یه لحظه دیدم من اونو دیدم. نه این مجوزه. هم با دیدم یه شما کاری مگه کردی؟ نه گوشی قشنگ اینجوری بود. نه داداش من کاری نمیکنم. برگه ساخته دوری مخفیه در واقع. آره اون برگه که دیدیم. دقیقا درسته؟ همون که خامنه شما بودید ببخشید باجه یا خندت داشت خندم میگه پشتون ریخته بود چجوری کنترل کنم. آره صداتون نشد. سهیل؟ آره باجی شناختم کیه؟ بابا همونی که خامه میقولیه. الان پشتیم ازشون دور مخته میگرفتی اما یعنی ما اینقدر زایه بودیم؟ بزایه بودیم چی بود؟ ببخشید خدا اشکانه هر بخشش کنم اونم همکار شما دیدی؟ خوشحال میشم آره تو اون کیف هست دیدی؟ دوربینو نه اصلا اونجا ندیدم. میخوای یه ذره تا نزدیکش با هم دیگه چون همیشه این سواله برای مردم که من این چجوری فیلم میگیرم. این خیلی خوبه اتفاقا اینو ما پخشش کنم. دیدی لحظه واجی اینجاست آره. وای آجی وای چون منو ببینم خیلی ولی گفت دمتون گرم. یه عکس بگیریم دوست دارم آره حتما و افتخار صدت کنم حاجی ببخشید جون بچه یه لحظه تو شوخی دارم ببخشید لباس من کسی که ببخشید چی ببخشم ادوین چیکار کردی با من؟ گو خوردم ببخشید تو رو برم با گو خوردن تو کار من درست میشه نگاه کن چیکار کردی لباس منو؟ الان میریم میدیم خوشی بعد لباس میگیرم چجوری میدیم خوشی؟ چیز میخوام جبران میخوام به والا پولت میدم ببخشید تو رو قرآن چجوری الان بریم یه لحظه بریم صورتتو بشوریم من تیشرتم برات میگیرم هر لباسی بخوای برات میخرم ببخشید. آخه این کارا چیه میکنی؟ حاجی شوخی بود دیگه چه شوخی؟ من باشه شوخی دارم با شما من این کار باید بکنم خوشت میاد تو؟ نمیدونم هیچی نمیتونم بگم ببخشید بریم من چیز کنم باید بریم من تمیز کنی یا لباس الان برات میگیرم دورت بگم یا هم پول نقدت میدم هم لباس برات میگیرم ببخشید پول تو سرت بگو تمیزم کن بیا بریم تا همین سرویس اتش بالا نگاه کن چیکار کردی با کیفت